بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یا من و ساقی برو تازیم و بنیادش براندازیم. سپاس از امام علی رحمان، رهبر و فرنشین جهان آریایی. بسیار ازش سپاسگزارم. با مهر این هست که در یونسکو استاد آرش فولادوند برنامه رو اجرا میکنه. بسیار زیبا، استادی نمونه در تاریخ موسیقی ایران فولادوند. امام علی رحمان سپاسگزارم. سالگی آفریقا در یونسکو با آرش فولادوند 13 جون 2025. فالو یادتون نره. شما میگین زندگی، ما میگیم لوی. شما میگین دوستی، ما میگیم لمیتیه. شما میگین عشق، ما میگیم امور. شما میگین شادی، ما میگیم بونر. شما میگین خوشحالی، ما میگیم لا جوا. شما میگین نور، ما میگیم lumière. شما میگین صلح، ما میگیم la paix. ما میگیم la paix est la seule bataille qui vaut la peine d'être menée. شما چی میگین؟ بنیاد ظلم و ستم دیرین تازیان در ایران در خط پایانی قرار گرفته. یعنی سالها دشمنی، کینه، جنگ و خون به پایان میرسه. عصر نو، دوران جدید، زمانه نو که مدت هاست آغاز شده، بران است تا بنیادگرایی، خشونت، ناآرامی، خود بزرگبینی و تعصب و خشونت دینی رو برای همیشه دفع کن. و این یک پیامدهایی داره، پیامدهاش خونبار و ویرانگر هست. برای از فراز قله دماوند، رشته کوه پرغرور الوند، از خلیج فارس تا خزر، از بیستون تخت جمشید، حکمتان این خاک جاوید، با وقار و مهد هنر. ای تو سرزمین خوب آریا، عشق تو ضمانت دوام ما. جان من بود فدای خاک تو، بوسه میزنم به خاک پاک تو. همین مثل هر عمل جراحی که صورت میگیره، هر عمل جراحی عمل میشه تا بهبود پیدا بکنی. بعضی وقتا زیر عمل طرف میمیره ولی خونریزی داره همیشه.
خونریزی داره، از دست دادن ها داره و غیره داره، اندوه ها داره. ایران رو به آزادی است، برای اینکه امروز دیگه در خط پایانی قرار گرفته، خصوصا در این خرداد ماهی که فردا روز شهیدان ایران هست. روزی است که ما برای همیشه باید پاس بداریم برای بزرگداشت زن، مرد، دختر، پسر، پیر و جوانی که در طول تاریخ برای ایران جان خودشون رو از دست دادن. هر خونی که برای ایران بر زمین ریخته شده، چه خریت بوده، چه خردمندی بوده، خون بوده ریخته شده برای ایران، برای آزادیش، برای سربلندیش، برای ماندگاریش. روز شهیدان هست. گرامی می‌ذاریم 30 خرداد ماه رو. وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن پا به سر خون، وطن ترانه زندانی. اما امروز مثل همیشه سیاوش اوستا نکته بسیار مهم حساس تاریخی رو میخوام بهتون یادآوری کنم که جلوگیری میکنه از برخی از شبهاتی که امروز مطرح هست. امروز چه مطرحه؟ جنگ، خونریزی. باید بدونید که ما از 7700 سال پیش، این 7700 تاریخ آریایی میترایی، تمدنی که بر پایه تفکر میترا و میترائیسم در جهان به عنوان نخستین تمدن بشر پایه‌گذاری شد، تمدن ایلامیان بود. ایلامیان همون ایرانیانه. ایران، ارمن ایران، این همه ایرانیان هست. ایران. بعد تازه حتی ایلام رو به عین می نویسند. ایلامیان بزرگترین تمدن بشری بوده که به یک داده هایی رسیده بوده که هنوز امروز به اون داده ها نرسید. یعنی بارها گفتیم، در کتاب هایمون نوشتیم، این رو شرح دادیم، دیگه لازم نیست باز کنیم و بگشاییم بشه. ولی ایلامیان به تمدنی رسیدن که موسیقی گروهی، شرابسازی، داروسازی، انواع پزشکی رو داشتن، مغز رو جراحی میکردن، عکساشو منتشر کرد. این تمدن ایلامیان با آشوریان در جنگ بود و در نبرد بود تا اینکه شکست خورد از آشوریان و برانداخته شد، نابود شد. و این کینه، حسادت و رقابت با ایران، ایلام، سرزمین آریا، فلات پارس، ایرانویچ، از همون هزاران سال پیش بوده است تا به امروز. یک ملتی را نمی شود به زانو در آورد. اگر هم موقتاً یک دوره سختی برای یک ملتی پیش بیاید، این دوره گذران است و 2 مرتبه آن ملت زنده به راه خود ادامه خواهد داد. ولی هر ملتی از تاریخ باید پند بگیرد. پند ما چه بود؟ اینکه هر ملتی که میخواهد با سربلندی زندگی کند باید آماده جانفشانی و دادن قربانی و تلفات باشد. به همین خاطر است که شما میبینید در کتاب ارمیا 3600 سال پیش تقریبا وقتی که نوشته میشه، ارمیا همون خواسته و توانایی رو از الله داره و به زبان الله، خدای صحرا، خدای بیابانگردی، خدای جهل، بت بزرگ، صحبت میکنه که 2000 خورده سال بعد محمد میاد صحبت میکنه. میگه 3600 سال پیش ارمیا میگه این خدای من گفته که من این ایلامیان رو، همین ایرانیان رو، یعنی اینقدر پراکنده میکنم در 4 گوشه جهان، پخششون میکنه. همینطور که دیدید آدما تو ساختمونا وقتی انفجارات شد این پریروزا پرت شده بودن بیور،
شمخانی پاش قطع شده. میگه من این آدم ها رو پرت میکنم این قوم رو به 4 گوشه جهان که نابود بشن و هیچ اثری ازشون بر جای نماند. یعنی این کینه با ایران، تمدن ایران، فرهنگ ایران هزاران سال پیشینه داره. بعد از اون قدرت های دیگه ایرانی آریایی که اومدن، مثل مادها، مثل اشکانیان، مثل هخامنشیان، ساسانیان، اینها بعد جنگ ها هم ادامه داشته. یعنی دقیقا 700 سال بعد از آشوریان که بعدا باز خواهید کرد خودتون یا من، بعد از اونها روم و یونان هست که وارد معرکه میشن علیه ایران و 700 سال جنگ با روم و ایران ادامه داره تا اینکه پس از شکست بزرگ روم از ایران و به زانو در آمدن شاهانشون در مراحل مختلف، اینها میان به این فکر میفتن که صحراگردا رو مسلح کنن که بر علیه ما بجنگن. قرآن از همون 1400 سال پیش حرف ارمیا رو میزنه که اینها رو ما باید نابودشون کنیم. نابودشون هم میکنیم چون اینا پیروز شدن بر روم، به زودی شکست میخورن و الی آخر. خب آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، آسوی جان و دیدگان، مشعله نظر برم، مشعله نظر برم، آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او باید گر سپر برم، باید گر سپر برم. در هوس خیال او، در هوس خیال او، همچو خیال گشتم و سر رشک نام او، رخ کمر برم، رخ کمر برم. این کینه و این دشمنی ما که همیشه هم دارم میگم، هر روزم گفتیم داریم میگیم، نسبت به سربلندی و شکوه ایران دیرین بوده. وقتی دیرین بوده، سیاستمدار واقعی کسی است که کوروشوار باید زندگی کنه، کوروشوار بایستی حکومت کنه، فرمان روایی کنه، کوروشوار بایستی با جهان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا کنه. این کوروشوار بودن رو رضا شاه دنبال کرد، محمد رضا شاه هم دنبال کرد، ولی در پایان دیدیم که اینها هم شکست دادن و اینها هم شکست خوردن شوربختانه. الان همونطور که میدونید این بحث هست که آیا چنج رژیم بشه و یا نابودی ایران پیش بره. یعنی این جنگ اینطور که هست اگر ادامه پیدا بکنه تمام ایران میشه خاکستر، باید از نو بیاد مردم بسازنش. ولی چنج رژیم اگر بشه، چنج رژیم اگر بشه و سر مار زده بشه، روحانیت به تماما و اکملهم تو اینها از بین برند و حکومت و نظام و یک شهریاری متمدن و مردمی بیاد، از خرابی ایران جلوگیری میشه. در غیر صورت خرابی ایران رو در پی داره میاد. چطور یه جوون از شالیزارهای اینجا خلافت اسلامی رو به لرزه در آورد؟ در زمانی که پهنه وسیع ایران تحت تسلط خلفای عباسی بود، جوانی در اینجا متولد میشه که رویای تیسفون و ایران بزرگ رو تو سرش پرورش میداد. مرداویج زیاری اینجا در لاهیجان متولد میشه. مرداویج دایی داشت به نام هروسندان، یکی از جنگاوران معروف گیلان و دیلمان بود. مرداویج رو هم به طبرستان میبره تا برای شیعیان علوی خدمت کنه. رهبر شیعیان علوی
تمام سرداران سپاه خودش رو در یک روز همه رو میکشه و یکی از اون کشته ها هروسندان دایی مرداویج زیاریه، اون که به دایی خودش بسیار علاقه‌مند بود. بعد از مرگ اون یک تصمیم بزرگ میگیره، ساخت یک ایران بزرگ به سبک پادشاهان گذشته ساسانی. از سپاه شیعیان علوی در میاد و به سپاه اسفار پسر شیرویه رو میاره. اسفار پسر شیرویه یکی از جنگاوران و سالاران بزرگ دیلمی بود. با کمک اسفار به تبرستان حمله میکنه. محمد پسر قاسم رهبر شیعیان زیدی و علوی تبرستان رو با دستان خودش میکشه و به حکومت علوی تبرستان در اون دوره پایان میده. با دستور اسفار به دژ سمیران میره تا محمد مسافر رو سرکوب کنه، اما اتفاق بزرگی در پیشه. وقتی که مرداویج اینجا رو محاصره میکنه، محمد پسر مسافر که بسیار انسان باهوش و زیرکی بوده میگه اگر با من همکاری کنی و دست از محاصره اینجا برداری، با تو همکاری میکنم برای به قدرت رسیدن تو. و مرداویج وسوسه میشه. شیرزاد برادر اسفار رو میکشه و راه به سمت قدرت براش گشوده میشه. اسفار قدرت مقابله با محمد مسافر و مرداویج رو با هم نداشت. به خاطر همین به سمت قلعه علموت فرار میکنه تا شاید اونجا بتونه یک نیروی جمع جور کنه، ولی موفق نمیشه. در بین راه در طالقان به دست مرداویج کشته میشه. دنبال این بود که ایران کامل رو به وجود بیاره. شروع میکنه به حمله کردن به مناطق مختلف. در اصفهان جشن سده برپا میکنه. به سردار خودش پیغام میده که تیسفون رو برای من آماده کنن، چون میخوام در اینجا پادشاهی خودم رو بنا کنم. به خاطر اینکه مرداویج ترس زیادی بر دل خلیفه عباسی انداخته بود، باعث شد که یک خیانت بزرگ شکل بگیره و اون خیانت کشته شدن مرداویج در حمامی در اصفهان بود. وقتی که مرداویج رو به اینجا میارن، هزاران نفر پای پیاده از گیلان و دیلمان برای ودا با سردارشون میان. اینجا قلعه گبریه. مرداویج شخصیت بزرگ تاریخ دیلم در این مکان مدفون شده، چیزی که شاید هیچ کدومتون نمیدونست. حامی این قسمت ما لاهیسوله است. لاهیسوله طراح و سازنده سازه های عظیم فلزیه. لاهیسوله زیربنایی برای ساخت آینده. این شوربختان چه بر سر میهن ما امروز اومده تقصیر بلاهت بخشی از تازی پرستان داخل کشور. یعنی تازی اینقدر نفوذ کرده تا همین الان طرف زدن خونه شمخانی رو، زدن خونه رشید رو، زدن خونه تو اومده داره تو خیابون فرار میکنه که خونه اونم اگه زده شده نجا داد چی میزنه؟ فریاد چی میزنه؟ یا ابوالفضل، یا امام حسین، یا قمر بنی هاشم، یا فاطمه زهرا. شما هنوز همچنان در پادفره نابودی هستید، چون با خرافه، با جهل، با دشمن پرستی داری زندگی میکنی. این بمبی که رو سرت میاد، این دمار و خرابی که به وجود اومده، اگر هم تو سید هستی، از همون اسلام و امام حسین و این بازی ها اومده که تا الان که من نشستم با شما دارم صحبت میکنم، پیش از این که کلید رو بزنن بچه ها، یک نگاهی کردم به صفحات رهبر جمهوری اسلامی. در صفحاتش، صفحات رایانی، همچنان این شعار ضدیت با بخشی از بشریت وجود داره و با افتخارم وجود داره. میگه ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسه زندتون نمیذار. وقت پیکاره، وقت چه مهدی ذوالفقار رو برداره. هر کسی میگفت اللهم اجعلنا من خیر انصاره. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسه زندتون نمیذار. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسه زندتون نمیذار. یهودی ستیزی. خب اینجا این بلاهت است یا به عمد میکنه که ایران رو نابود کنه؟ پرسش اینجاست. من فکر نمی کنم روحانیون که انگلیس اینها رو ساخته ابله باشن.
اینها با زیرکی میخوان ایران رو نابود کنن. اینها همون پسمانده های تفکر ارمیا، آشوریین، ضد ایلامیان، آیات قرآن، سوره روم هستند که میخوان ایران رو نابود کنن. این شعارا میده که ایران نابود کنن. جنگ آخر زمانی تو میخوای با کی را بندازی؟ قبل باورتون نشد، الان باورتون شده. یکی یکی هم رهبرای سپاهتون داره میزده میشه، باز این شعارا رو میدید. همین الان این شعار رو دارید میدید. برای چیه؟ خصوصا خوب گوش کنید عزیزان من، خصوصا این رو بگم امروز اینجا. سال 38 یک شرطه عرب توی فرودگاه جده یک سیلی به صورت یک شخص آذری زبان زد. موقعی که شاه این خبر رو شنید، علیرضا داداشش رو صدا زد، چون یک هیکل قوی. از اون طرفم سفیر عربستان رو احضار کرد، سفیر نبود، سرکنسولگری آمد. به علیرضا گفت برو یکی بخوابونی تو گوش. گفت اما قربان. گفت قربان نبود، بزن تو گوشش. او هم رفت زد تو گوشش. فرداش عربستان یک نامه حوض‌خواهی داد. یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، من پیغام زیاد از شما دریافت میکنم، هزار پیغام از طریق صفحات مختلفمون. پاسخ اگر به شما نمیدم یا نمیدیم دوستانمون، ولی همه رو میبینیم، به من پیغام داده فرزندش، حالا نمیگم کدوم یکی، از پسراش یا از دختراش، که فلانی تو کی بابای ما رو میشناسی که این نه آدمیه که فرار کنه و نه آدمیه که تسلیم بشه و استعفا بده بره کنار. این تا آخرین نفس وای میسته. چرا یک افسر دلیر بلند نمیشه، سردار دلیر بلند نمیشه اینو از کار برکنار کنه؟ آقا فرزندش داری میگه. خب چرا یک فرمانده نظامی ایران دوست بلند نمیشه و این بابایی که تا لحظه پایانی، چون خودش داره خجالت میکشه که بیاد، اگر هم از طریق قبرس از طریق اون یکی حرفی میزنه فلان میکنه کاری میکنه، خودش که نه فرار میکنه نه فرار خواهد کرد و نه استعفا خواهد داد. باید کنارش بذارید. اگر کنارش نذارید ارتش مداخله نکنه، به ویژه اینکه روز نخست که فرمانده ستاد مشترک ارتش شاهنشاهی ایران که اسمش جمهوری اسلامی کشته شد، مهربانیار گرامی که همچنان من براش احترام قائلم و بسیاری از شما براش احترام قائلین، تیمسار حبیب سیاری رو گذاشت. چند ساعت طول نکشید حبیب سیاری رو برداشت. حبیب سیاری 75% معلول جنگی است و یک قهرمان جنگی. این قهرمان جنگ همه هم دوستش دارن. هوایی، زمینی، دریایی. ترسیدن فوری برش داشتن، کسی دیگه رو گذاشتن. اگر شما در این اندیشه ژنرال بازی در نیارید، ایران نابودیش ادامه پیدا کنی که میلیاردها دلار هست، چون این راه برگشتی درش نیست، بر نمیگرده، میره تا نهایت بزنی. ولی پس هر چه زودتر بایست این رو متوقفش کنید. میگم چقدر درد خوابیده پشت این موضوع که مردم کشورت لبخند میاد رو صورتشون وقتی تهران برمیگرده میگه اگه توافق نکنی تمام مراکز اسلحه‌ای تو بعد مردم میان کلیپ درست میکنن با جنگنده‌های بیتو آمریکا. کار درستی میکنن. زمان شاه میگفت غیرت داشته باشین، از مرز و بوم و خاک کشورتون دفاع کنین، منم پشتتونم. اما الان ما پشت شما نیستیم. میدونید برای چی؟ چون آبان 98 وقتی اومدیم کف خیابون داد بزنیم برای چی بنزینو گرون میکنی؟ اگه گرون میکنی حداقل رفاه هم به ما بده. 1500 نفر رو تو 30 روز کشتیم. اومدیم کف خیابون داد بزنیم برای چی؟ یک جوونه رعنا رو جسمشو کردی زیر خاک به خاطر اینکه روسریش از سرش افتاده، به خاطر حجاب اجباری. چرا این کارو کردی؟ تیر زدی تو چشم کور کردی، دستگیر کردی، زندان بردی، تجاوز کردی، هزار تا کار کردی. آره
ما پشت شما نیستیم، چون موقعی که باید صدای ما رو میشنیدین در کمال آرامش نشنیدین و زور گفتیم به ما. یه بچه لات و گندلات میتونه بزنه زمین، ما هم گندلاتیم ما موقعی که اتحاد داشته باشیم. آره فدای تو گل بشم، این زمین گرده میچرخه، دوباره آدما رو روبروی هم قرار میده. الان نزدیک اون روز نزدیکه که ما بخوایم روبروی هم قرار بگیریم و دیگه پشت شما نیستیم، چون نمیخوایم ببینیم وجود و حضور شما رو. خسته ایم از دست شما. بدرود. در سرزمینی زیستم که پرنده هایش دانه های عشق به منقار داشتند. در سرزمینی زیستم که هوایش دادگر، خاکش دادگر و دریایش دادگر بود و 7000 سال از عمر عاشقانش میگذشت. یادتون نره اون آسوریین، روم، یونان قدیم همچنان هستن. اینها میخوان این رژیم رو نگه دارن، بعد میخوان ما رو با ملت برادرمون یهود به جنگ و درگیری بکشن. همیشه اینها دست نشانده درست کردن، با ما بازی کردن، دست نشانده سوء استفاده کردن. امروز که میبینید یهود قاطع میگه من میخوام این کارو بکنم، چون فهمیده این حرفای سیاوش اوستا رو که غرب از یهود هم به عنوان دست نشانده و بازیچه استفاده میکنه برای منافع خودش. وگرنه چرا وقتی که میگه باید سر ما رو بزنیم، سر اجدها رو بزنیم، نظام روحانیت رو از بین ببریم، اینا میگن نه. همشون هم میگن نه، فقط مکرون نگفتن و آقای ترامپ، همشون میگن نه. بعضیا فریاد میزنن، بعضیا زیرکی میگن آقا نه این بره استابیلیتی دو کارتیاب چون خودشون اینا رو آوردن، چون با اینها دارن اینها میلیارد سود میبرند. تاریخاً اینا رو آوردن که ما رو نابود کنن. مشت تازی رو خب حالا اگر این قاطع وایساده، من نمونه دارم. ببینید آرزوی همه شما بود، همه ما میگفتیم آقا نزن ایران رو، بزن رهبرا رو. خب رهبرا رو زده برفتن دیگه، چی میخواستی؟ چی میومد چه این کاری رو بکنه؟ خود شما که میومدین تو خیابون هزار بچه‌هاتون کشته میشدن، بعد میترسیدید بیاین اعلام کنید که بچه‌تون کشته شده، میترسیدید. امروز این در برابر جهان وایساد، دور خودش تمیز کرد، تو مملکت شما رو تمیز میکنه. اگر این تمیزی ادامه پیدا بکنه، ساختارهای و زیر ساختارهای ایران از بین بره، شما سالیان سال به گدایی خواهد افتاد. و این خواسته غرب بوده، خواسته روم جدید بوده. امروز روم جدید نمیخواد که ما آزاد بشیم، همچنان که 47 سال اینا نگه داشته. روم جدید امروز همون کیه؟ معماری نداشت اسلام، کما اینکه چیزایی هم نداشت، مجسمه سازی هم نداشت، موسیقی هم نداشت، نقاشی هم نداشت. ولی ما داشتیم، ایران ما داشت. معماری اساساً 2 تا بال داره که با این 2 تا بال باید پرواز بکنه. یکی عرض کنم که عمل کرد، 2 زیبایی. باید معماری باید زیبایی داشته باشه، یعنی که هم از نظر فیزیکی ما رو تامین بکنه که بدونیم توی جایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز برامون راحته، از نظر متافیزیکی که زیبایی باشه اونم ما رو تامین بکنه، بگیم این خونه خیلی قشنگه، خوبه. ببینید نه تنها در ایران، در سایر ممالک هم هنر اسلامی، نمایشگاه اسلامی، نمام کتاب بران خیلی برقراره. ولی اگر یک کسی دانش اینو داشته باشه و مطالعات عمیق کرده باشه که من این کارو رو کردم، بالاخره به این نتیجه میرسه که اسلامی وجود نداره، ایرانی وجود داره. معماری ایرانی، هنر ایرانی در زمان اسلام، این درسته. وقتی که ما نگاه میکنیم به این آثار میبینیم که تمام دنبال روی گذشته های ماست. مساجد ما هیچ چیزی نیستن جز آتشگاه های ساسانی. چرا آتشگاه ها چی بودن؟ یک پلان 4 گوش، گوشم گنبد. مساجد ما شبستان اصلی که گنبد داره تماما بدون استثنا 4 گوش و با همون تکنیک و شیوه زمان ساسانی ساخته شده. یعنی نیم مخروط هایی که در گوشه های بالا زیر گنبد ساخته شده برای اینکه گنبد بیاد روی 8 ضلع مستقر بشه، عیناً اختراع ساسانی است.
همون کسی است که بیش از 200 تا شهر ما دستشه. یعنی در 100 سال پیش 200 تا شهر ما رو گرفت. همه این که استانهایی که به ستان تموم میشه مال ما بود. فارسی هم حرف میزنن تا الان. از ما گرفت. بدبخت، نادان، ابله، تازیان حاکم رو میگم و ایلو تبارشون. برید مطالعه کنید. 100 سال پیش روس و انگلیس خودشون نوشتن 1/3 و اونا نوشتن. ایران میگه 2/3، اونا میگن 3 میلیون. ایران میگه 10 میلیون از 13 میلیون ایرانی رو کشتن در قحطی 100 سال پیش. اینا من تمام غلات رو خریدن. وقتی غلات رو خریدن، روس و انگلیس خریدن، ملت نون نداشت بخوره. بعد خود ژنرال انگلیس در خاطراتش نوشته، خودش نوشته دیگه، اسمش هم اینجا من داشتم، ژنرال لیونل، نوشت که من دارم میبینم ایرانی رو. گوش کن. گفت دارم میبینم ایرانی ها رو که مثل گاو در دشت و صحرا دنبال یونجه میدوند، طاقت دویدن هم ندارن. 100 سال پیش بود بیچاره. روم جدید. الانم روم جدید نمیخواد اینها از بین برن. شما هم که هیچ کاری نمیکنید. پیش از این که رادیو تلویزیون بزنن شما رادیو تلویزیون میگرفتین. بدبختا باید میرفتین میگرفتین. هر چیزی خود کشتار خون ریزی داره. حالا که خود بیشتر ریخته میشه. در رابطه با کشتار ایرانی ها توسط روس و انگلیس در 100 سال پیش، احمد کسروی در تاریخی که خودش نوشته اونم معتقده که 2/3 یا 1/3 ایرانی ها در قحطی کشته شدن. بیچاره 13 میلیون اگه بودیم 9 میلیون پف هوا کردن. اینا روم جدید براش تو که موردی نیستی بیچاره. سادات تازی هم عشق میکنن. بعد سادات تازی رو باد میکنن، خانواده هاشون بره بالا. بعد تو الان نمیکنه باید داد بزنی یا ابوالفضل. کوروش در ایران ممنوعه. تو اسرائیل خیابون‌های کوروش وجود داره. خلیج فارس همه کشورهای عربی نوشتن خلیج عرب. حتی عراق و فلسطین و لبنان تو کتابای درسیشون. اما تو که شاه گفت بیا رو چی میگی تو مدارس؟ گفت پرژین گلف. تو اسرائیل همه جا پرژین گلف هست. Why do you call it Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name? The Persian Gulf. 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 اینها ارزش نداره. تازی پرستا، یک مشت تازی پرست خودتون رو ایرانی نامیدید و به نابودی ایران دارید هر روز کمک میکنید. نکته مهمی که خبر میخوام بگید آگاهیتون برسونم اون اینه، بعد از این خبر بسیار مهمتری رو میخوام بگم، اون اینه که ببینید دنیا تصمیم گرفته که این تمدن جدید رو حفظ کنه چون اسلام رو خوب میشناسه. بدبخت اگه میره یه نون میخره رو بهت سلام میکنه خنده میکنه hello how are you thank you very much bonjour مرحبا کیف ساعتک، اگه بهت میگه در دل میدونه که یک مسلمان پراتیکان که مطیع دین هست هر لحظه یک بمب انفجاری است. هر لحظه میتونه منفجر بشه یکی دل بکشه. اسلام چون نخست میدونن چه کردی. همه دیگران راه نیست بزن تو کامپیوتر.
بزن تو شپته میدونن همه چیزو. برای همین پروژه جهانی اینه که هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه مسلح نمونه کشور اسلامی. یکی یکی ترتیب همه داده میشه، یکی یکی. بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد بعد از خل اصلاح کردن ایران، سوریه و اینا رو که کردن همه، نوبت پاکستانه. نوبت پاکستانه. بعد پاکستان ترکیه است، عربستان، سعودی، همه. حالا پولا اینا رو باید بگیرن، اسلحه از اینا بفروشن، اینا پولاشون بگیرن، یک چند سال چون میکشه. منطقه باید خل اصلاح باشه. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو از تو دارم. حالا ایران ما میتونیم یک ژاپن باشیم، باید بریم یک ژاپن بشیم تا لیبی نشیم، باید بریم یک ژاپن بشیم تا عراق نشیم، تا لبنان نشیم. ژاپن شدن یعنی این که ذکاوت ایرانی آریایی باید کار خودشو بکنه. آلمان باید بشیم. آلمان بعد از جنگ جهانی دو خب امریکا اونجا قدرت به دست گرفت غیر رسمی و الان آلمان در اروپا حرف اول میزنه. و بعد این دولت موقتی که پیشنهاد کردیم ما، این دولت باعث افتخار این دنیا رو میگردونن. آقا من بارها گفتم، روزی که من گفتم که مسعود قرار داد، گفتم مسعود این عالی جناب، این خوشتیپ یه بچه کرد ایرانی است که رئیس پارلمان نروژ شده. یزدان گواهی کسی باورش نمیشد. به من جوک تلویزیون میتونن شوخی میکنی، آقا جوک میگی. پیش از اینها اون موقعی که گفتم آقای پیر امیدیار ایبر ساخته، ایبر ایرانیه، گفتم بابا یه سیاوش اوستا هر کی پیدا میشه میگه ایرانیه. بابا به قسم اهورامزدا آناهیتا این ایرانیه. باورشون نمیشد، هیچ کس باورش نمیشد. شهردار فلان شهر بزرگ دنیا ایرانیه، فرانکفورت، روم، هامبورگ، و وکلای مجلس، وزرا ایرانیان، رئیس حزب قوی سبزها ایرانیه در آلمان. باورتون نمیشد. شما فکر می‌کردید داره سیاوش اوستا براتون جوک میگه بیچارا. حالا که دیدید واقعیته، حالا که میبینید که اینها به خوبی میتونن ایران رو بگردونن، همه چیزی دارن غرب رو میگردونن، جهان رو دارن میگردونن، ایران رو اینا میتونن بگردونن. یعنی ما تیم داریم. وقتی میگه تیم قوی و قدرتمندی داریم که در جهان داره رهبری میکنه، ایران رو میگردونه، هیچ مشکلی نداریم. اسرائیل میاد تو اتاق خواب مهمان ما، آدم میکشه، میره، از مرز که نیروش رد میشه وزارت اطلاعات ما بیدار میشه، چون حواسش به جایی که به اینجا باشه، به امنیت مملکت باشه، به اینی که یه موقع خدای نکرده دامن علمای روحانیت آسیب نکنه. ولی اون ضدیت با یهودی که خامنه‌ای به عمد و باند روحانیت، کلیت روحانیت، چون اینا ساخته شدن توسط انگلیس که نبرد کنن با این قضیه. شما میدونید که وقتی که انگلیس رأی نمیده به تشکیل دولت اسرائیل 1947 نوامبر، 29 نوامبر، یک عده کشور اسلامی هم باشن که اینا رأی نمیدن. حالا میگن آقا رأی ممتنع دادن، یک عده نه گفتن. آقا ممتنع یعنی نه، یعنی تو میگه تشکیل بشه، اگه موافقی رو دیگه بله، غیر از بله هر کار بکنی، هر چی بگی، زیر میز قایم بشی، بری بیرون غایب بشی، ممتنع میدیم موافقی، یعنی این مخالفی. چون رقیب میدونه، چون روم جدید همونطور که با ایرانی دشمنه، با یهود دشمنه. روم جدید دشمنه. روم چرا اومد دین رسمیشو، میتراگرایی رو برداشت، مسیحیت رو گذاشت 500 سال بعد از مرگ و به دار کشیدن عیسی مسیح؟ چرا این کاری کرد؟ چون یهودی ستیزی کنه، چون به نام اون انتقام خون اون، مثل که انتقام خون عثمان جنگار افتاد تو اسلام، به انتقام خونخواهی عیسی مسیح یهود کشی کنه. میدونین چقدر یهود کشی کرده روم؟ تا الان ادامه داره. الان میترسن،
الان در ترس میگه آقا رژیم نندازین، ما از اسرائیل پشتیبانی میکنیم، ما با اسرائیل هستیم، از اسرائیل پشتیبانی میکنیم، از امنیت اسرائیل. این رژیم رو نندازین. دشمن رو میخوای بذاری که داره همین حالا میگه خیبر هیدر. وقتی میگن خیبر یعنی کشتن یهودی، وقتی میگه هیدر یعنی کشتن یهودی. هی در آدم حی رو دریدن، واژه پارسی است، واژه ایرانیه، با عربی قاطی شده. حی زنده، در دریدن. اینا یهودی ها رو پاره میکردن، میکشتن، چون اینا فقط صدر اسلام یهودی کشتن. تمام جنگ های محمد اول با یهودی ها بود، با قبیله خودش که ساخت، که با مکه که وارد شد که گفت خونه ابو سفیان خونه امن، برید اونجا امنیت دارید، و همه یهودی ها رو کشت. یعنی تمام این شعارهای هیدر خیبر و ذوالفقار علی که میگن این یهود کشی. خب تو چطور تو غربی هستی که روم جدید میگی نه این رژیم باشه، حالا اون کارو بکنیم، زیر ساختاشو بزنیم. زیر ساختار میگن بزنن، چرا؟ چون اینا میخوان فردا پول بگیرن. اتمی باشه ایران، نداشته باشه میلیاردها دلار از زمان شاه هم داده شد تا الان. اتم ندادن به ایران که، پولا رو میخوان بگیرن، میخوان بدوشن. میگن از اینا خرتر کی سوارشون بشه. روم قدیم هم همین بود. برید تاریخ رو بخونید، تمام تاریخ روم یهودی کشی است. فتح اورشلیم رو اگر میخواد بره اورشلیم رو فتح کنه، میخواد در دست یهودی در بیاره. اگه عیسی مسیح رو دینش رو رسمی میکنن اینجا، به خاطر یهودی کشی است که بگن آقا یهودها این رو کشتن، ما نگاه پیغمبرش کردیم، ما چه کردیم، ما این بچه یهود بود اصلا نیست طفلی، همین بازی. ولی الان اینها همه میترسن. در خفا، در پنهان یک یهودی ستیزی بزرگی در همین اروپا و غرب هست. اینا میخوان این وجود داشته باشه، این تیپ روحانیت ایران ضد یهودی، چون نون میخورن از این قبل، نون میخورن. چه میپرسی، چه میپرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم، که مهر خاموشی بر لب ز بیم آبرو بچهش میگه که این نه استعفا خواهد داد و نه میره سازش اجوری ها بکنه مثل انور السادات اینها. آقا این حتی به بچه های خودش داره توهین میکنه، رحم نمیکنه. وقتی میگه یهودی کشی، من این راز رو امروز به شما بگم، این هم به مادرش توهین میکنه، چون خدیجه خانم میرداماد مادر سید علی خامنه ای از بانوان محترم یهودی ایران بود. پدرش از مهاجرین روسیه بود، برای اینکه روسه. اصلا با مأموریت گویا لباس آخوندی باباش جواد پوشوندن، از خامنه بابا بزرگش نه خامنه بیا برو نجف و آخوند بشو و بیا مشهد، و بعدم بچهش میخواد بره مطربی، میگه نه تو بری اینجا، بعدم رهبر بخواد ساختن. اینی که ساخت روسا بود از باباش. مادرش خانم خدیجه میرداماد که با همین خاتمی و اینها و خانواده میرداماد. آقا من پوزش میخوام از خانواده میرداماد، از این بعد به شما بگن یهودی باید با افتخار بگی بله، چون اینکه دیگه از بدبختی تاریخ ما و جامعه ما تا همین الان، حتی تو غرب، حتی همین فرانسوی‌ها یا انگلیسی‌ها میگه او یهودیه، یعنی دشمن، یعنی فحش. یعنی وقتی میگه یهودیه، یعنی یهود بده، یهودی بده. آقا نه من یهودی نیستم که. این خودش یک نوع آنتی سمیتیسم است، یهود ستیزی است. حالا خانواده میرداماد خانواده محترم هستن. خیلی از خانواده‌های قدیمی ایرانی اینها یهودی هستن، ولی برای حفظ جانشون را اینا مسلمان شدن، گفتن مساوی همین دارن. خدیجه خانم مادر سید علی خامنه‌ای که شاعره خوبی بود، شعرهای خوبی میگفت، بنده خودم افتخار آشنایی باهاش داشتم، چون یهودی بود. پس خود علی خامنه‌ای یهودیه. وقتی که به یهودیت فحش میده، یعنی به پستان مادرت آقای خامنه‌ای داره خیانت میکنه. برای اینکه بچت هم باید مخالف، بچت، چون بچه‌هاش هم یهودی هستن.
ایران باز من پوزش میخوام واقعا. باید افتخار کنی. یعنی در این مرحله چون بنیامین نتانیاهو داره میزنه انتقام خون 47 سال قتل و کشتار و جنایت این رژیم رو گرفت واقعا با زدن این تیپای مثل شمخانی و غیره، این دیگه باید گفت آقا وقتی دیگه یهودی هستی، نه ما یهودی هستیم، بگو با افتخار یهودیم، ایرانی یهودی است، یهودی ایرانی است. این تابو بایستی شکسته بشه. خرسند سیاوش اوستا، این تابو رو 40 سال پیش شروع کردن به شکستن، امروز جهان رو گرفته. بله، خانواده خجسته باقرزاده، آقا اسماعیل عزیزم که در مشهد بزازی و پارچه فروشی داشت و اینها دختر خودشون منصور خانم رو دادن به آقای خامنه ای، چون خامنه ای هم مادرش یهودی بود. اینها هم باقرزاده ها یهودی هستند، باقرزاده هایی که ما الان در خارج داریم. و شما بیان با افتخار از این مد یهودی بودن تو اعلام کنید. نترسید، تموم شد اون دوران نامردی، پستان مادر رو گاز گرفتن. آقا یهودی، آقا یهودی با افتخار. این برج ایفل در قروق ماست که برای شما برنامه بریم، ولی این آقای چمنسر نمیدونه آده داره چمنه رو میزنه. وقتی 1500 خانواده ارمنی بیپناه در آستانه سقوط به چنگال دشمن بودند، این شاه عباس صفوی بود که مثل یک ناجی ایستاد با آغوش شهرش اصفهان را برای همیشه تغییر داد. در سال 1604 میلادی شهر زیبای جلفا در ارمنستان در آستانه نابودی کامل بود. ارتش عثمانی نزدیک میشد و خطر نابودی ارامنه در کمین بود. شاه عباس که نمیخواست این مردم در چنگال دشمن سقوط کنند، تصمیم بزرگی گرفت. او حدود 20,000 نفر از مردم ارمنی جلفا را با خود به ایران آورد، نه به عنوان اسیر یا مهاجر بلکه به عنوان میهمان. بیش از 1500 خانواده ارمنی در اصفهان ساکن شدند. در این میان چندین کلیسا ساخته شد. اولین انجیل فارسی در همین شهر چاپ شد و ارامن جلفا تبدیل به یکی از قوی‌ترین شبکه‌های تجاری جهان شدند. در دورانی که اروپا غرق در جنگ مذهبی بود، در اصفهان مسلمانان و مسیحیان در صلح و همکاری با هم زندگی می‌کردند و این برگ دیگری از افتخارات این شهر بزرگ است. اگر به داستان‌های جذاب و تاریخی درباره اصفهان علاقه‌مندی، صفحه ما را دنبال کن. زن خودتون رو پنهان نکنید، بگید ما یهودی هستیم. خب علی خامنه‌ای وقتی که میگه شعار میده هر روز الان تو سایتاش نوشته میشه فلان میشه یهودی کشی، خیبر حیدر، پستان مادر خودش رو گاز میگیره و همسرش مهربانش به فرزندانش که همه یهودی هستن داره توهین میکنه. این اسراری که امروز بهتون گفتم شما وظیفه دارید که به همه منتقل کنید. این برنامه امروز استثنایی و ویژه است. به همه منتقل کنید. آزادی را نزدیک، طول نخواهد کشید. آقا یه سر عقل داشته باشید. کدوم مادر عادی میتونه با کدوم پول تو ایران بره تو کامرانی تو برجا زندگی کنه؟ کدوم احمقی فکر داره میکنه که به یه انسان عادی زیر خونه یه سردار سپاه خونه میدن؟ از کجا میارن؟ از کجا پرش و BMW سوار میشن؟ یا رو جردن خدا تومانی تو پاشه؟ کدومتون میتونید بگیرید کدوم از این آدم عادی بودن؟ برای چی ناراحتی؟ اسرائیل داره جمهوری اسلامی رو میزنه، کاری به مردم ایران نداره. مردمم تسلیت ایرانم. کدوم ایران؟ جمهوری اسلامیه. برای چی ناراحتی؟ برای شمخانی، برای باقری، برای همین هایی که این همه بچه ازمون کشتن، تو خیابون تیر مستقیم تو چشمون زدن. همین پریروز مگه مجاهد کرکر رو اعدام نکردن؟ چرا اینقدر احمقید؟ برای چی ناراحتی؟ پروانه میخوام بایدون خداحافظی کنم، از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزاری کنم، از سرکار خانم دکتر مرجان نقوی سپاسگزاری کنم و کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی و همکارانش. با بوسه و مهر. آزادی در راه است، آزادی در راه است. جشن شادی، جشن پیروزی. به مدرسه ای رفتم که شاگردانش همه عاشق بودن. به مدرسه ای رفتم که مدیرش از اهالی خونیه بود. من در سرزمینی زیستم که پرنده هایش دانه های عشق به منقار داشتند.
در سرزمینی زیستم که هوایش دادگر، خاکش دادگر و دریایش دادگر بود و 7000 سال از عمر عاشقانش می‌گذشت. کوروش در رگ‌هایم خونه خوابانش. مهربان یارم با لیلای عزیز هستیم در سالگردش و میخوام بهش بگم که روان پاکش با تمامی دختان آریایی است که قهرمانان دارن در این مبارزه میکنن، از سنت های کهن و کهنه دیروز رو زیر پا گذاشتن و به پدر و مادرشون، والدین تازی پرستشون نگفتن و بگم به لیلا جان تو رو کشتن. خب یک شعله هایی رو برافروخت که ایران آریایی امروز نشانه هاش رو داره بهت نشون میده. رضا شاه رو کشتن، پدرت رو کشتن، تو رو کشتن، برادرت رو کشتن. استعماری که همچنان در نیستی ما کوشاد. امروز برادر قهرمانانه در میدان هست و به همراه مادر و یاد تو رو ایران زنده و پایدار می‌کنه. جای انتخابی است، ولی حضور تو در کوچه و خیابان‌های ایران در کنار دختان آریایی هست. اونها پس از تو یک جنبش و حرکتی رو به وجود آوردن که جهان رو به لرزه انداخت. لگد زدن به سنت‌های پوچ و پلید والدینشون. تازی پرستان رو به گور کردن و امروز جنگ ایران آریایی با تازی پرستان داخل به پلیس و نیروهای انتظامی هم کشیده و هواداران که بیشماران هستن. وقتی که اینجا تو رو حاکسی گفته شد که برگ جدیدی باز خواهد شد، پس از علیرضا نیز این برگ مستمتع باز شد و روز به روز میره تا ایران آریایی شهریاری خودش رو به ویژه زن شهریاری رو به دست میاره. امروز خوشبختانه دختانی که نواهای پدرت هستن، نور، ایمان و فرح کوچولو، کسانی بودن که تأثیرگذار بودن در تحول در جامعه ایرانی و خانواده خودشون و سنت شکنی از مقدسات خشک و پلید تازیان که برای ما مقدس نیست. برای ما مقدس انسان است و ایران. مهربانی چیزی که داریوش میکنه ما جواب میدیم. برگیر گریبانش زین خاک رونش کن، این اصل تو این ایران، این اصل تو این میدان. برگیر گریبانش زین خاک رونش کن، این اصل تو این ایران، این اصل تو این میدان. با تو سر آزادی سرکشت جنونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. تو پیرو زرتشتی از کوروش آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. تو پیرو زرتشتی از کوروش آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن.
در ایران است بیگانه در ایران بیگانه در ایران است بیگانه در ایران تا کی شود ایران جانانگه آزندان مرگی در ایران است این خاک برونش کن تا کی شود ایران جانانگه آزندان مرگی در ایران است این خاک برونش کن این نیست دگر مازی فرمانده ما تازی فرمانده ما تازی فرمانده ما تازی دستم تو کمرت را بستم بگونش کن فرمانده ما تازی بفکن تو کمرت را از سر بگونش کن فرمانده ما تازی بفکن تو کمرت را از سر بگونش کن فرمانده ما تازی بفکن تو کمرت را از سر بگونش کن درود به همه شما